کسی در کارها پادرمیانی می کند و همه چیز درست می شود. اراده و همت شما در ترک عاداتی که به واقع برایتان مضر است تحسین برانگیز است. در مورد مسئله‌ای که ذهنتان را شدیداً درگیر خود کرده است به زودی راه حل ساده‌ای پیدا خواهید کرد. گرچه ممکن است خودتان خیلی در این مورد راضی نباشید، اما واقعیت این است و شما هم خوب می‌دانید که هیچ موضوعی ارزش این همه درگیری ذهنی را ندارد. اردیبهشت. متاسفانه ناخواسته دهان باز می کنید و قولی را حفظ نمی کنید. مسئولیتی را که می خواستید عهده‌دار خواهید شد، پس خودی نشان دهید. به آنچه دارید قناعت کنید و در پی زیاده خواهی و قدرت طلبی نباشید. استراحت و خواب به موقع داروی شماست. به سادگی می توانید دلی به دست آورید. مراقب انتخاب کلماتتان باشید. حالا نوبت شماست که قدم پیش بگذارید. به قولی که به خودتان داده اید پایبند بمانید. خرداد. شما بهتر از هر کس با شرایط خودتان آشنایید و عقلتان بر رفتارتان حاکم است. اگر نسبت به دیگران نیکی می کنید مطمئن باشید که ضرر نخواهید کرد. تصمیمات ناشی از هیجان نگیرید و سعی کنید در پی حرکتی باشید که آیندهش روشن باشد. جای ابهام به خصوص نسبت به کسانی که در قبال آنها احساس مسئولیت می کنید به جا نگذارید. جمع کردن آب ریخته شدنی نیست. سعی صبر داشته باشید و بدانید هیچ کس عاری از اشتباه نیست. گاهی یک نگاه یا یک حرکت کوچک تا مدت‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد. آرام بگیرید و حرف‌هایتان را رو در رو به کسی که از او دلخورید بگویید. در انتخاب‌های خود بیشتر دقت کنید. تلاش کنید تا خودتان را از حاشیه‌ها دور سازید. توجه بیش از حد به حواشی شما را از متن اصلی دور خواهد کرد. مرداد. در مورد مسئله‌ای که زندگیتان را مختل کرده، شرایط برای برقراری آرامش مهیاست. یک بار برای همیشه با این موضوع کنار بیایید و دیگر هیچ شبهه‌ای برای خود باقی نگذارید. یکی از مشکلات کهنه شما به یک بار حل خواهد شد. ارتباط خود را با دوستی قدیمی که مدت هاست از او بیخبرید دوباره برقرار کنید. گاهی زبانتان تند و تیز می شود و دیگران از شما آزرده خاطر می شوند. شهریور. حواستان باشد این هفته هنگام عصبانیت حرفی نزنید و تصمیمی نگیرید. روزگار بر وفق مراد شماست، پس برای دیگران هم سبب ساز باشید. موضوع مهمی که ذهنتان را به طور کامل به خود مشغول کرده بود تا حد زیادی برطرف شده و حالا وقت آن است که به وعده هایتان پایبند بمانید. مجبورید به شخصی اعتماد کنید. در مورد مسئله‌ای دقت کنید حواشی بر اصل موضوع تاثیر نگذارد. در مسیری قرار گرفته اید که می شود گفت همه چیز تحت کنترل شماست. اجازه ارزندام به غم ندهید، چون تنها نقطه قوت شما دیدن شادی‌های کوچک است. ممکن است در دلتان غوغایی برپا شود. طرح یک موضوع در شرایط متفاوت می تواند معانی و عواقب متفاوتی به همراه داشته باشد. فریب زرق و برق چیزی را نخورید. مواظب خواب و استراحت خود باشید. آبان. قدردان موقعیت ویژه خودتان باشید. در شرایطی قرار می‌گیرید که همه چیز به نظرتان بی اهمیت می‌آید. زمان کوتاه است. قدر دوست داشتن و دوست داشته شدن را بدانید. در مسائل اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل کنید. علاقه‌مندی و پایبندی در شرایطی که شما قرار دارید باید مسئولانه‌تر و جدی‌تر گرفته شود. شرایط برای رفع یک کدورت مهیا شده است. آذر.
بیش از حد غرق کار نشوید. شما موفق شده اید تا چشمهایتان را به روی شکست‌های گذشته ببندید و با شلوغ‌تر کردن سرتان خیلی خوب ذهنتان را کنترل کنید. حواستان باشد گاهی فقط یک بار شرایط برای جبران مهیاست. قدر فرصتی را که نصیبتان می شود بدانید و از طعنه‌ها و حسادت‌های دیگران نرنجید. اتفاقی می افتد که باعث می شود از خواب غفلت بیدار شوید. در مقابل حرف زور سر تعظیم فرود نیاورید وگرنه باز همه چیز را از دست خواهید داد. موضوعی که ذهنتان را درگیر کرده وقتی به طور کامل رفع می شود که روحیه باری به هر جهت بودن را کنار بگذارید و با روحیه تازه جوانب مختلف مسائل را بازنگری کنید. در مورد مطلبی وقتی بپذیرید که کجا را اشتباه کرده اید، کلید بازگشایی چندین قفل را به دست خواهید آورد. بهمن. کمی دندان روی جگر بگذارید تا اتفاقاتی که باید بیفتد. از ناراحتی هایی که این اواخر در زندگیتان پیش می آید هراس نداشته باشید. آنها را انگیزه‌ای برای متفاوت زندگی کردن بدانید. به طور ناگهانی چند موضوع یک باره به شما هجوم می آورد. شکست برای شما معنا ندارد. قدرت درونی خود را افزایش دهید. به والدین خود بیشتر احترام بگذارید. اسفند. یک موضوع بسیار ساده مدت هاست که توانسته به سادگی آرامش را از شما بگیرد و همه چیز را به هم بریزد. پیش از این شما به هیچ وجه اجازه چنین اتفاقی را نمیدادید. فرصتی برایتان پیش خواهد آمد تا جایی که می توانید دست عزیزی را بدون هیچ توقعی بگیرید. سعی کنید از شخص به خصوصی که ظاهراً مهربان است دوری کنید و به هیچ وجه خود را تشنه محبت او نشان ندهید.